خدایا خودت مراقب عزیزانم باش که دیوار حادثه ها بلند است و دستان من کوتاه، که ابرهای بیماری بسیارند و چتر امنیت من کوچک، که اگر تو نباشی خیالم از بابت هیچ چیز راحت نیست. مراقبشان باش نه روانشان زار شود نه جسمشان بیمار، که من طاقت بغض و اندوه و بیماری عزیزی را ندارم. عزیزانم را، دوستانم را، خانواده ام را به تو می سپارم. خودت آنها را میان آغوش امن خدایت جا کن. خودت ضامن آرامش و سلامتیشان باش، که آنان با ارزشترین دارایی من روی زمینند و من فقط به تو می سپارمشان. آمین.